شادی شکیبا داوود پناهجوی افغان در فرانسه بعد اعلان نتیجه انتخابات پارلمانی. او و هزاران نفر شام یکشنبه شکست حزب اتحاد ملی را جشن گرفتند. حزبی که با سیاست مهاجر بدبینیش معروف است. نتیجه های انتخابات مرا خیلی شاد کرد، زیرا ما تمام روز در تشویش و نگرانی بودیم. خیلی خرسندم. این انتخاب بین مرگ و زندگی بود. شکیبا 16 سال پیش در پی خشونت و ناآرامی ها از افغانستان به فرانسه فرار کرد. اینکه حزب راستگرای افراطی نتوانست اکثریت کرسی های پارلمان را برنده شود، برای شکیبا حس آرامش و امنیت داده است. این حزب ضد پیوستن اعضای خانواده مهاجران در فرانسه بود و می‌خواست این برنامه را که محض بر اساس آن مادر، خواهر و برادران شکیبا با او در فرانسه پیوندند بیکار کند. طالبان در افغانستان قانون‌های ضد بشری را عملی کردند و حقوق زنان را پایمال می‌کنند. به صاحب شدن به اکثر کرسی‌های پارلمان فرانسه، حزب اتحاد ملی یا راستگرا نمی‌تواند برنامه‌های جنجالی خود را عملی کند. از جمله برنامه ارائه کمک‌های اجتماعی تنها به شهروندان فرانسه را که منعقدان آن را خلاف قانون می‌دانند. قیس رحمانی حامی حقوق مهاجران در فرانسه است. او از جمله از حقوق نزدیک به 200,000 پناهجوی افغان در این کشور حمایت می‌کند. میگوید سیاست منع پیشنهاد خدمات اجتماعی به مهاجران غیر قانونی است. انتخابات در فرانسه در شرایط پرتنش و تشویش آور گذشت. صاحبان برخی از مغازه‌ها از ترس اعتراض‌های خشونت‌آمیز در و ترازه‌های شیشگی خود را بستند. برای پیشگیری از آشوب تقریباً 30,000 پلیس در تمام فرانسه سفربر شد. در نهایت حضور شمار زیادی رای دهندگان باعث شد که ائتلاف حزب‌های چپگرای جبهه مردمی نو صاحب کرسی‌های بیشتر در پارلمان شود. هرچند نتوانست از حزب مرکزگرایی پرزیدنت ماکرون پیش گذرد. وضعیت سیاسی از هر زمان دیگر پیچیده‌تر و نوروشن شده است. با پارلمانی تقسیم شده معلوم نیست که فرانسه چگونه یک حکومت فعال را تشکیل می‌کند. اما در گمان است که این به سیاست خارجی کشور تاثیر گذارد. در نهایت حضور شمار زیادی رای دهندگان باعث شد که ائتلاف حزب‌های چپگرای جبهه مردمی نو صاحب کرسی‌های بیشتر در پارلمان شود. با این حال اگرچه نتیجه انتخابات در سیاست خارجی فرانسه کمتر تاثیر خواهد گذاشت، اما حالا این برای بسیاری ها مهم است که حزب اتحاد ملی نمیتواند سیاست ضد مهاجرتی خود را عملی کند.